تو این ویدیو قراره ترید کردن توی بازار فیوچرز رو یاد بگیری، اونم با گوشی موبایل. اگر مبتدی هستی بهت پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو ببینی، چون که خیلی ساده و مفید و مختصر قراره که بهت توضیح بدم و با هم دیگه چند تا ترید باز میکنیم ببینیم که به چه صورته. توی ویدیوهای قبلی بهت گفتم که چجوری میتونی توی صرافی البنک حساب باز بکنی، چجوری میتونی حسابتو شارژ بکنی و همینطور ترید توی بازار اثبات رو بهت یاد دادم. این ویدیو چهارممونه برای صرافی البنک. اگر ویدیو قبلی رو ندیدی بهت پیشنهاد میکنم اول اون ویدیو رو ببین بعد بیا سراغ این ویدیو. خب برای ترید کردن توی بازار فیوچرز وارد تب فیوچرز صرافی البنک میشی. قبلش بهت بگم وقتی که حسابتو شارژ بکنی در واقع مستقیم میره توی کیف پول اثباتت میشینه. برای این کار میری سراغ تب انتقال و از اثبات به فیوچرز انتقال میدی. حالا من انتقال دادم برای همین بهم نشون نمیده، یعنی نمیتونم انتقال بدم. الان توی کیف پول فیوچرز هم در واقع هستش. $200 انتقال دادیم با هم دیگه توی اون ویدیو قبلی و 200 تر هم الان توی کیف پول فیوچرز همه. خب میخوایم توی بازار فیوچرز ترید بکنیم. بازار فیوچرز چیه؟ بازار فیوچرز یعنی که هم تو هم میتونی از بالا رفتن قیمت هم از پایین رفتن قیمت سود بکنی، ولی بازار اثبات اینجوری نیست دیگه، یعنی تو فقط میتونی از بالا رفتن قیمت سود بکنی. و بازار فیوچرز هم بازار اهرم داره دیگه، تو میتونی در واقع اهرم بگیری. خب اول قسمت به قسمت بهت بگم که در واقع چجوریه وقتی که میخوای توی صرافی البنک با گوشی ترید بکنی. نکنی این بالا سمت راست تو میتونی ارزتو انتخاب بکنی که روی چه ارزی ترید بکنی. مثلا وارد چارت اتریوم میشیم و مثلا روی اتریوم ترید بزنی یا روی سولانا ترید بزنی. این بالا میتونی ارزتو انتخاب بکنی، بالا سمت راست. بالا سمت چپ میتونی نمودار قیمتی رو ببینی، چارت قیمتی رو ببینی و این قسمت پایینم میتونی اهرمتو انتخاب بکنی از اهرم 1 تا 100. ولی خب برای بیت کوین و اتریوم تا اهرم 200 هم پشتیبانی میکنه صرافی البنک. اوکی، من همون چارت سولانا رو میارم و اهرم مثلا همون 20 و تایید رو میزنم. اینجا اهرمم ست میشه رو اهرم 20. این قسمت کناریش میبینی نوشته کراس و ایزوله. کراس و ایزوله یعنی چی؟ ایزوله یعنی این که تو مثلا وقتی که $20 وارد معامله بشی و وقتی که معاملت به ضرر بخوره 100% ضرر بکنی معاملت بسته میشه، ولی کراس اینجوری نیست. کراس وقتی که 100% ضرر بکنی میره از کیف پول فیوچرز پول برمیداره و وارد معاملت میکنه، تزریقی میکنه. و وقتی که مبتدی هستی بهت پیشنهاد میکنم حتما معاملت رو بذاری روی حالت ایزوله. اوکی؟ خب اینجا یه قسمت داره میبینی نوشته که نوع سفارش، لیمیت، قیمت بازار، تریگر، ثبت. من تریگر و ثبت رو بهتون نمیگم چون که این ویدیو برای بچه مبتدیه، برای همین دو تا قسمت لیمیت و قیمت بازار رو بهت توضیح میدم. اول قیمت بازار. قیمت بازار یعنی که در حال حاضر قیمت روی چنده، روی همین قیمت وارد معامله بشو. الان سولانا قیمتش در حال حاضر $183.13 با همین قیمت وارد معامله میشه، یعنی قیمت حال حاضر اون ارز مورد نظر. اوکی؟ خب این قسمت چیه؟ تنظیمات واحد قرارداد. یکی مقدار اون ارزو داری، یکی مقدار هزینه، یکی ارزش اسمی. مقدار اون ارز، حالا مقدار سولانا، مثلا اینجا میگی من با دو واحد سولانا میخوام وارد معامله بشم. وقتی که خریدو بزنی اینجا میگه که مارجینت $18. چرا؟ چون که من از اهرم 20 هم استفاده کرده بودم دیگه. وقتی که با $2 با 2 تا سولانا بخوام وارد بشم مارجینم در نهایت میشه $18.05. یا مثلا میگم که با 20 تا سولانا وارد شو، با 20 تا سولانا و روی خرید یا لان کلیک بکنم میگه $185 در نهایت مارجینت میشه. خب این از مقدار که پیشنهاد نمی کنم از این حالت استفاده بکنید. یکی داریم مقدار، در واقع مقدار هزینه، که وقتی مثلا من روی 100 بذارم مارجینم همون $100 میشه و وقتی که روی 10 بذارم مارجینم همون 10 میشه. خب یه حالت دیگه داریم ارزش اسمی. ارزش اسمی یعنی که مثلا من با هر مقدار
در واقع مارجینی که میخوام وارد بشم، مثلا با 1000 تتر میخوام وارد بشم، خب میاد از اهرم استفاده میکنه. الان اهرم من 20، مارجینم در نهایت میشه 50، یعنی از اون مقداری که از پول من برمیداره 50 دلار برمیداره. کیف پول من 200 دلار شارژه، 50 دلار برمیداره، ضرب در 20 میکنه، میشه در نهایت 1000 تا. یعنی من با 1000 تتر وارد معامله میشم در نهایت، ولی این 1000 تتر پول من نیستش، پول من 50 تا. یا مثلا بزنم روی 10، میخوام با 10 دلار وارد معامله بشم. وقتی که روی لانگ، خرید لانگ کلیک بکنم، میگه تو در نهایت با 5 سنت وارد معامله میشی، 14 خورده، حالا هم 5 سنت وارد معامله میشی، یعنی 5 سنت پول خودمه، ولی در نهایت پوزیشن من با 10 دلار در واقع باز میشه. اوکی. و اینجا میتونی حد سود و حد ضرر رو تعیین بکنی. مثلا میگم که حد سودم، حالا بخوام مثلا معامله لانگ باز بکنم، میگم حد سودم با 185 باشه، یعنی وقتی که قیمت به 185 رسید، تیپیم به، در واقع میگن تیپی به 185 دلار رسید، قیمت سولانا، معامله منو ببند. و حد ضررم که همون استاپ لاس اس ال میشه، میگن که با مثلا قیمت به 180 رسید، معامله منو با ضرر ببند. اوکی. روی این خرید لانگ کلیک میکنم و معامله‌ام باز میشه، تاییدو میزنم، میبینید که معامله من باز شده. و اینجا درصد سود و زیانم نوشته، معاملم لانگه و مارجینم هم میبینید اینجا نوشته 5 سنت. اینجا یه قسمت داره معکوس سازی با یک کلیک. خب وقتی اینو بزنی، من الان معامله لانگ باز کردم، اینو بزنم معاملم تبدیل به معامله شورت میشه. اینجا هم حد سود و حد ضررمه که خب من تعیین کرده بودم، میتونم تغییرش بدم. اوکی. و اینجا هم این قسمت بستن رو بزنم، معاملم بسته میشه، تاییدو میزنم. حالا مثلا 25% میخوام از معامله خارج بشم، 50%، 75%، 100%. من میگم 100% رو بزن و از معامله خارج بشو. اوکی. معامله بسته شد. و اینکه بریم سراغ لیمیت. قیمت بازار رو بهت گفتم. لیمیت به چه صورته؟ یعنی تو تعیین میکنی الان قیمت سولانا 182 دلاره، مثلا میگم قیمت وقتی که به 170 مثلا 5 رسید، برای من 175 رسید، برای من بیا معامله‌مو باز بکن. خب یعنی خودت یک قیمتی تعیین میکنی، یه لیمیتی تعیین میکنی. به ارزش اسمی هم میذاریم 10 تا. خب وقتی که 10 رو بزنم، یعنی لانگو بزنم، میگه که تو در نهایت با 5 سنت وارد معامله میشی، چون که اهرممو گذاشته بودم روی 20. خب قیمتم میگه که به 175 رسید، برای من معامله رو باز کن، تاییدو میزنم. و اینجا توی این قسمت تب سفارش بری میبینی که برای تو اینجا باز میشه. و وقتی که سولانا الان قیمتش 182 دلاره، وقتی که به 175 رسید، برای تو این سفارش باز میشه. و حالا لغوم میتونم بزنم و لغو شد. اوکی. و همین چیزایی هم که گفتم برای معاملات شورت هم هست دیگه. مثلا میذارم روی حالت قیمت بازار و میگم که با همون 10 دلار بیا وارد بشو. خب و روی فروش، یعنی معامله شورت کلیک میکنم و میگه که در نهایت مارجینت 5 سنت، قیمت بازار وارد میشی. و اینکه روی تایید کلیک میکنم و ایزوله هم هست دیگه، اینجا ایزوله رو نوشته و معامله شورت باز میشه توی این قسمت. میبینی اینجا هم میتونی تعیین کنی حد سود و حد ضررتو دیگه. مثلا من معامله شورت باز کردم، الان 182، میگم حد سودم برسه به 181، معامله‌مو ببند، حد ضررم به 183. اینجا میگه که اگر قیمت به 181 دلار رسید سولانا، تو در نهایت 12% سود میکنی. یا وقتی که رسید به 183 دلار، در نهایت منفی 9% سود میکنی، ضرر میکنی. ببخشید. اینجا مقدار سود و ضررتو نوشته، حد سود و ضرر رو تایید میکنم و اینجا ست میشه حد سود و ضررم، میبینی برام ست شد. و الان هم میبینی که توی ضررم دیگه و مارجینم هم که 5 سنته و میتونم این قسمت بستن رو بزنم و معاملم 100% ببنده.
اینو میزنم و معاملا بسته شد. و وقتی که این قسمت، حالا میخوام هیستوری رو چک بکنم، اینجا بزنم و برم روی قسمت تاریخچه سفارش، کلا سفارش ها رو برام میاره و میبینی که اینجا مثلا سولانا شورت، سولانا لانگ، این معامله‌ای که زدم الان برام نشون داده. همین دیگه، همین قسمت ها رو بهت گفتم. سعی کردم خیلی ساده و مختصر و مفید باشه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.